به صفحه شیمی خوش اومدی. اگه دستور این آبگوشت بی‌نظیر و جا افتاده رو میخوای تا انتهای ویدیو همراه من باش. مرسی که همراه منی. سلام بچه ها، امروز اومدم با دست و پخت یک آبگوشت مجلسی یا همون درباری. چرا میگم درباری؟ چون برشون وقت میذارم و با چاشنی عشق درستش میکنم. بریم که ما هم درستش کنیم، شما هم درست کنید و لذت ببرید. تمام نکات توش گفته شده. دوستتون دارم. همونطور که توی تصویر مواد اولیه رو میبینید، ما اینجا نخود و لوبیا داریم که از 24 ساعت قبل خیسش کردیم تا نفخش گرفته بشه و به ازای هر نفر از هر کدوم 2 تا قاشق غذاخوری قبل خیس دادن. وقتی خیس میدیم مولوش 1 لیوان شده. اینجا سیب زمینی داریم به ازای هر نفر 1 دونه، لیموی امانی داریم و گوشت گوسفندی و گوساله، همینطور دنبه، 1 دونه پیاز و چون گوجه های من کوچیک بود من از 3 تا گوجه استفاده کردم. به ازای هر نفر 1 دونه گوجه اضافه می‌کنیم و به ازای هر نفر 1 قاشق غذاخوری رو نمک و فلفل زردچوبه و ما نیاز داریم. نکته اول ما نیاز داریم برای آبگوشت که از آب سرد استفاده کنیم. بریم ادامه کار. خب برای شروع کار ما همه این مواد رو، البته اینو بگم من ریزی رو هم توی قابلمه سنگی درست می‌کنم و همه مواد رو اول به قابلمه‌مون اضافه می‌کنیم. حتما از دنبه استفاده کنید، از استخوان گوسفند، قلم گوسفند حتما استفاده کنید که آبگوشت خیلی خوشمزه‌تری رو خواهید داشت. این مواد نخود و لوبیا و مثل سری قبل من لیموی امانی رو حتما 5 دقیقه میجوشونم تا تلخیش کامل گرفته بشه. یه مقدار آب رو بیشتر میریزیم چون قراره 1 ساعت آخر سیب زمینی رو بهش اضافه کنیم. همینطور اواسط کار قراره رب با دنبه و گوجه بکوبیم و سرخش کنیم و به آبگوشتمون اضافه کنیم. خب آبگوشتمون شروع کرده به جوشیدن روش کفی، پس که ما حتما اون کف رو باید بگیریم و دور بریزیم. خب توی مرحله من نمک و فلفل و زردچوبه رو اضافه میکنم. البته کمتر میزنم که اگه لازم شد دوباره این کارو انجام میدم. اینجا ما گوجه و پیاز و دنبه رو از توی آبگوشتمون در بردیم که کامل پخته بود. بعد پوست گوجه ها رو گرفتیم و با گوشت کوبیدیمش و با یک کوچولو یه مقداری که به اندازه 1 قاشق غذاخوری روغن شروع کنیم به 10 دقیقه سرخ کردن رب و موادمون و بعد دوباره این رو با آبگوشتمون اضافه میکنیم. هر چقدر رب بهتر سرخ بشه رنگ بهتری بهمون میده. رو به آبگوشتمون اضافه کردیم توی قابلمه، شعله‌اش رو کم کم می‌کنیم، میذاریم قشنگ جا بیفته. 1 ساعت آخر هم بهش سیب زمینی اضافه می‌کنیم. اینم از آبگوشت فوق‌العاده‌مون کاملا جا افتاده و خوش رنگ.